بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه تدبر در قرآن کریم. آیات 86 و 7 و 8 و 9 سوره آل عمران رو داشتیم بررسی می‌کردیم که الله متعال در ارتباط با پیمان شکنی یا در واقع ایمان شکنی برامون هشداری میده که این ایمان شکنی یا پیمان شکنی با الله متعال آغازش از عدم استسلام و پذیرش حکم الهی میتونه ظاهر بشه. شاید در مواردی این پیمان شکنی مخفی باشه، یعنی آشکار نباشه. آشکار نباشه به این معنا که من نوعی میدونم که اینجا سنت حق همین هست، ولی خب چون برام مشکل هست که گذشته چندین ساله خودم رو، عادت خود دینی مذهبی خودم رو رها کنم، برام مشکل هست که اعتراف کنم. در نتیجه موضوع رو در دل نگه میدارم و ظاهر نمی کنم. یه موضوع فرعی هست. همه میدونن، همه ملاهای منسوب به فقهی که به عنوان فقه جعفری امروز شناخته میشه میدونن که شهادت علی ولی الله جزو اقامه و جزو اذان نبوده، حتی در زمان کلینی، حتی در زمان مجلسی، حتی در زمان صفوی های مجرم خودشون میدونن که یک بدعتی هست که بسیار جدید هست در تاریخ ایران. خب میدونن که دهه فاطمیه تا دهه 70 ایران وجود نداشت. کسی نمیگفت ما چیزی به نام شهادت فاطمه و دهه فاطمه داریم، چون اصلا این موضوعی همچین اتفاقات تاریخی مگه چیزهای پوشیده و چیزهای مخفی هست که اینجوری در تاریخ بمونه و مدفون باشه، کسی خبر نداشته باشه که بخوایم بعد از 14 قرن رو بیاریم بیرون؟ اتفاقات بزرگی هست که اینا اگر خدایی نکرده اتفاق می افتاد که اثری هم ازش وجود نداره، اینها باید در ده‌ها روایت و در ده‌ها مجلد تألیف و تصنیف میشد.